در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و خیبر خرم‌آباد از هفته 21 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. دیدار موفقه هفته 21 که به دلیل بارش برف در استان گیلان برگزار نشد و امروز الان در حال برگزاری است در ورزشگاه سردار جنگل، ورزشگاهی که تماشاگر زیادی اومدن تا بازی رو بتونن از نزدیک ببینن. برای تیم داماش گیلان امروز سعید دلاور، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد سجاد قلیبیگی، محمد رستمی، بلال میرزا علی، حسین ابراهیمی، حسین خیری، پژمان نجات، سعید ابراهیم پور و میرهادی میرجوان 11 بازیکنی هستن که حلقه اتحاد این تیم رو هم میبینیم. علی نظر محمدی سرمربی این تیم به زمین مسابقه فرستاده، خودش محروم هست به دلیل مجموع کارت‌های زردی که دریافت کرده در بازی‌های گذشته و باید از روی سکوها بازی رو نگاه کنه علی نظر محمدی. اما در کنار زمین شهرام حمیدی مدیر تیم حضور داره به همراه کادر فنی تیم داماش گیلان که محمد رضا مهدوی اونجا هست میبینم و دیگر عزیزانی که قطعا کمک خواهند کرد به تیم داماش. خیبری ها میرن در قوس زمین می ایستن تا داماشیان بیان بهشون اضافه بشن. حسن مرادی فر، سینا خادمپور، مهدی کیانی، حمیدرضا طاهرخانی، علیرضا دقاقله، مرداد قنبری، کوروش ملکی، حسین ابرقویی، فرید امیری، سجاد دانایی و امیر حسین عسکری 11 بازیکنی هستند که محمد رضا مهاجری برای این دیدار به زمین مسابقه فرستاده. یک دقیقه هم سکوت خواهند کرد. بله، یک دقیقه سکوت هم به اتمام میرسه و منتظر هستیم تا داور این دیدار یعنی مرتضی منصوریان در سود بدم و بازی رسما آغاز. کمک اول این دیدار علی رعیت هست و علی فراهانی هم داور دوم، فرهاد قاسمی هم داور چهارم این دیدار هست. به هر حال بازی در ورزشگاه سردار جنگل تا لحظه دیگر آغاز خواهد شد. خیلی عظیم هواداره داماش رو داریم و قطعا در تصویرتون خواهید دید این هواداری که اومدن تا شاهد موفقیت تیم خودشون یعنی داماش گیلان باشند. استقبال خوبی هم شده از سوی هواداره داماش از این دیدار. قطعا در فواصل برنامه همکارانمون تصاویر طرفداران رو به شما نشون خواهند داد که روی سکوها حضور دارن و اینجا هم با سوت آقای منصوریان رسما بازی دو تیم داماش و خیبر آغاز میشه و امیدواریم که شاهد یک بازی خوب و تماشاگر پسند از هر دو تیم باشیم و برنده این دیدار به هر حال اون تیمی باشه که بیشتر تلاش میکنه و باید ببینیم که 3 امتیاز بازی نصیب کدام تیم خواهد شد. قطعا تیم داماش که در رشت داره بازی میکنه قشنگ به فکر 3 امتیاز این دیداره و داماش چیزی برای از دست دادن نداره، در ته جدول رقابت‌های لیگ دسته اول قرار داره و فقط به 3 امتیاز این دیدار فکر میکنه. از اون سمت هم تیم خیبر هم تیمی است که برای لیگ برتری شدن میجنگه و نیاز به امتیاز این دیدار داره. اما خب بهتر میدونید داماش هم تیمی نیست که خیلی راحت بشه ازش عبور کرد. اولین کرنر در این بازی به دست میاد. ضربه کرنر رو بازیکن تیم خیبر خواهند زد. در گوشه زمین خیبری ها کرنر رو میفرستن، توپی که این سمت میاد بازیکن تیم خیبر، برگشت توپ از پژمان نجات و توپی که به بیرون میره.
پرتاب برای خیبر. حسن مرادیفر میره تا این پرتاب رو انجام بده. یه لحظه دیدید رضا مهاجری رو در تصویر، سرمربی تیم خیبر. پرتاب انجام میشه، کوتاه هست در گوشه زمین. بازیکنان تیم خیبر کماکان صاحب توپ هستن که توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماشی ها خواهد بود. یک بار دیگه بازی رو از سر میگیرن و اعلام خطا میشه. محمد رضا مهدوی رو در تصویر میبینید، در کنارش محمد حسین کاظمیان ناظر این دیدارم حضور داره. ناظر داوری هم کریم اصغرزاده است. این هم چهره علی نظر محمدی که از روی سکوها بازی رو دنبال میکنه و محمد رضا مهدوی هم که از پایین نظاره‌گر بازیکنان تیمش یعنی داماش گیلان هست. تو به بیرون رفته و دوباره پرتاب یا خطا برای داماش گیلان. ضربه خطا رو داماشی ها کوتاه میزنن. سیامک با به توپ، سیامک علیزاده یا بازیکن جلوش ایستاده. خود سیامک باید بفرسته توپ رو که حالا این کار انجام میده. به چپ میارن. پشمان نجات برای سعید طالبی. خود سعید به دنبال توپشو به بیرون میزنه حسین ابرقویی. پرتاب توپ رو از گوشه زمین انجام خواهد داد بلال میرزاعلی. خود بلال دورخیز میکنه تا این توپ رو بفرسته. پرتاب رو انجام میده داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماش گیلان و چه موقعیتی رو از دست میدن که قبلش هم پرچم کمک دومین دار علی فراهانی بالا بود و اعلام آفساید میکنه. موقعیت خوبی بود برای داماش، اما قبل اینکه توپ برسه به بازیکن تیم داماش آفساید بود. توپ خوبی فرستاده شد روی دروازه و موقعیت خوبی که میتونستن استفاده کنن داماشی، اما عرض کردم قبلش آفساید بود. ببینید این صحنه رو، توپی که فرستاده شد و در تله آفساید بودن بازیکنان تیم داماش. جدی‌ترین موقعیت این دیدار تا بدین لحظه. دوباره بلال میرزاعلی پرتاب رو انجام خواهد داد. خود میرزاعلی پرتابی که حالا انجام میشه داخل محوطه جریمه با ضربه سر بر میگردونن بازیکن تیم خیبر. دوباره موقعیت برسه توپ به بازیکن داماش که توپ رو به بیرون میزنن خیبری ها. دوباره پرتاب برای داماش. به دنبال توپ هستن بازیکنان تیم داماش. توپ رو عوض میکنه پشمان نجات. جالبه جایگاهی که ما حضور داریم برق نداره اینجا و کلا نمیتونیم ببینیم اینجا وضعیت به چه گونه است. پشمان نجات پشت ضربه کرنر توپ رو میفرسته و ضربه سر کاپیتان رستمی که توپ به بیرون میره. این چهره محمد رستمی.
خیبری ها بازی رو از زمین خودشون آغاز میکنن. رو به عقب برای دروازه‌بان. کوروش ملکی به چپ میبره. کوروش دروازه‌بان خوبی است و مطمئن هست در دروازه خیبر. باید ببینیم که تلاش مهاجمین داماش به کجا خواهد انجامید و آیا میتونن که دروازه تیم خیبر را باز کنن یا که خیر. رفته رفته به تعداد هواداره حاضر در ورزشگاه داره اضافه میشه. خیلی خوب استقبال کردن از این بازی. به جرئت میتونم بگم که تیم های لیگ برتریمون اینقدر هوادار ندارن. بعضی از تیم های لیگ برتری که شاید 1/3 این هوادار داماش رو در خودشون نمیبینن. این هواداره پرشوری که میبینی در جایگاه تیفوسی ها حضور دارن و دارن تشویق میکنن تیم خودشون رو. یک بار دیگه بازیکن تیم خیبر پاسی که فرستاده میشه. یه لحظه پژمان نذاش که توپ برسه به فرید امیری. توپ بیرون رفت و از کنار دروازه داماش بازی باید آغاز بشه. سعید ابراهیم پور بازی رو آغاز خواهد کرد. میفرسته به میانه میدان. توپ رو به بیرون زد پژمان نجات. پرتاب برای خیبر. امیر حسین عسکری کمی عقب‌تر میفرستن توپ رو بلند. داماشا دور میکنن. دوباره در میانه میدان. حسین عبرقویی روز قبل این مسابقه بود که داور این دیدار مشخص شد و داوری که قرار بود اینجا داوری کنه الان داره بازی سپاهان تراکتور رو سوت میزنه و جالبه که در عرض 24 ساعت قبل از آغاز بازی داور این دیدار مشخص شدن. امیر عرب براقی قرار بود این بازی رو قضاوت کنه. به هر حال آقای منصوریان هم از داورای خوب فوتبال کشورمون هست، اما خب جای سوال داره چرا به یک باره این تصمیم عوض شد و داور دیدار داماش رفت برای تبریز. یک بار دیگه خیبری ها صاحب توپ. سینا خادم پور همین عقب‌تر میارن. مهدی کیانی بازی رو به چپ میبره. حالا از سمت چپ سانتری میخوان انجام بدن اما اجازه کار رو نمیدن بازیکن تیم داماش و حسین ابراهیمی که توپ رو به بیرون زد. دوباره صاحب توپ یه شوت از بازیکنان تیم خیبر و توپی که به بیرون میره. مهدی کیانی شوت خوبی رو زد اما توپ به بیرون رفت. این چهره کیانی است در تصویر دیدید. این هم رضا مهاجری. سرمربی تیم خیبر. بازی در میانه میدان داره دنبال میشه. اینجا هم محمد مهدوی رو در تصویر میبینید. اگه آقای کاظمیان اجازه بده ما تصویر رو ببینیم.
ناظر این دیدار اونجا حضور داره و بیشتر در دید دوربین های ماست. و این هم هوادارای تیم داماش چقدر زیبا تیم خودشون رو تشویق میکنن. باز هم خیبری ها صاحب توپ هستن، در خط دفاعی خودشون کار میکنن. کوروش دروازه‌بان مطمئنی تیم به چپ میبره توپ رو. این هم چهره داوود رفعتی است، ناظر ویژه این دیدار. داوود رفعتی در ورزشگاه حضور داره به عنوان ناظر ویژه و از نزدیک شاهد این دیدار هست. حرف و حدیث های زیادی رو داشتن در خصوص این بازی که در حال آیه رفعتی اینجا حضور داره و بازی رو از نزدیک میبینه. بازیکن تیم خیبر صاحب توپ. دوباره در خط دفاعی خودشون محمد مهدوی نکات رو از روی سکو از علی نظر محمدی میگیره و به بازیکن‌ها منتقل میکنه. باز هم به چپ میبرن خیبری ها. از این توپ ببینیم چگونه استفاده میکنن. برگشت توپ از بازیکنان تیم داماش و حسین خیریه که این توپ رو برمیگردونه. دوباره از همون سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن بازیکن تیم داماش گیلان و توپی که نمیتونن فعلا بگیرن ازشون و توپ بیرون میره و پرتاب برای داماش گیلان خواهد بود. بلال میرزا علی میره تا این پرتاب رو انجام بده برای داماش. این علی نظر محمدی است که در تصویر میبینید. روی سکو هم آرام قرار نداره علی نظر محمدی. ببین چقدر یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش برمیگردونن. خود پژمان نجاته که توپ رو بیرون میزنه. صحبت میکنه داور با مهرداد قنبری. کمی عقب‌تر سیامک علیزاده. قلیبگی به چپ. پژمان نجات صاحب توپ. خوب جا گذاشت مهرداد قنبری رو. به ماده میرجوان. خیری باز هم را داماشی ها که موفق نیستن و توپ به بیرون میره. دوباره بازیکن خیبر در میانه میدان. اعلام خطا میشه. خطای سعید دلاور گرفته میشه.
اعلام خطا شده. داور بال سر بازیکن تیم خیبر هست. سجاد دانایی باقیچی بلند میشه و به بازی ادامه خواهد داد. توپ رو میزنن بازیکن تیم خیبر و توپی که در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم داماش. ضربه کمجونی بود و خیلی زود داماشا تونستن این ضربه رو جمع کنن. خیبر هم یه حدود 200 نفر تماشاگرم با خودش به ورزشگاه آورده. حالا بیشتر طرفداراشون فکر کنم مقیم گیلان باشن. این ضربه ایستگاهی که زده شد و خیلی راحت جمع کرد دروازه‌بان داماش. این تصویر تماشاگرای تیم خیبر هست و میبینید در تصویر که لحظه های عبدی هم دیدم هر ورزشگاه حضور داره. مالک باشگاه خیبر به همراه مدیر عامل تیم اینجا حضور دارن. دومین دقیقه از این دیدار. مالک باشگاه داماش هم آقای نعیمی پور خوشبختانه حالشون بهتر شد و از بستر بیماری کمی فاصله گرفتن. از همینجا شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی تیم داماش میخوایم که برای مالک تیم هم دعا کنن. مالکی که زحمات زیادی رو کشیده این فصل با چنگ دندون تونسته داماش رو تا اینجا نگه داره و خودتون بهتر میدونید چه اتفاقاتی رخ داد برای تیم داماش و همین گیرهای کوچیکی که باعث آزار و اذیت همگان شد، چه هوادار، چه مالک، چه مربی، چه بازیکن. و اینی که الان میبینید وضعیت داماش این گونه است. به هر حال امیدواریم که در فصل بعد حداقل این گونه مشکلات برای داماش پیش نیاد. اینکه زمین عزودی هم اونقدری خراب بود که بازی رو بیارن برای ورزشگاه سردار جنگل، این هم یک نمونه از مشکلاتی هست که برای این تیم ایجاد شده. شنیدم که حالا نور رو زیاد تاثیر نداشت، نور ورزشگاه رو نمیگفتن کمه. امروز که صحبت می‌کردم با آقای رفعتی میگفتن که چمن ورزشگاه سردار عزودی خوب نیست و چمن این ورزشگاه مورد تاییده. حالا چه بازی‌های داماش و چه سپیدرود باید تو این ورزشگاه انجام بشه. بلال میرزا علی پرتوب رو انجام میده داخل محوطه جریمه. هستن بازیکن تیم داماش که از این توپ استفاده کنن، اما خیبری ها هستن که توپ رو برمیگردونن و کاپیتان این تیم مهدی کیانی این سمت پرتاب برای داماش و این چهره پژمان نجات. زیر ساخت‌های این ورزشگاه هم آماده برگزاری رقابت نیست. حالا به هر حال دارن برگزار میکنن بازی رو دیگه. سکوها برای نشستن هوادار مناسب نیست. فقط یه چمن مصنوعی خوبی رو اینجا نصب کردن. نیمکت داماش رو هم میبینید. اوه 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 داره گیر میده آقای رفعتی. به چه نکته‌ای داره اشاره میکنه در کنار زمین؟ این چهره های رفعتی عرض کردم خدمت شما ناظر ویژه این دیدار هست. بازی در میانه میدان دنبال میشه و توپی که میرسه به کوروش ملکی.
پنجمین دقیقه از این دیدار روی زمین میفته میرهادی میرجوان. داور میره بالا سرش تا به وضعیتش رسیدگی کنه. داور میاد بالا سر بازیکن تیم داماش تا ببینه چه اتفاق رخ داده براش. علی نظر محمدی رو میبینید صحبت میکنه پایین. این هم هوادارای خونگرم تیم داماش که میگم رفته داره به جمعیتشون اضافه تر هم میشه. حالا بعضی افطار کردن تازه دارن میان ورزشگاه و بعضی هم بودن که همینجا افطار کردن و بازی تیم محبوب خودشون رو دارن دنبال میکنن. به رسم بازی جوان مردن توپ رو میسپارن به دروازه‌بان تیم خیبر. یک بار دیگه بازیکنان تیم خیبر برگشت توپ. باز هم بازیکن تیم داماش حالا صاحب توپ میشن. توپ رو به چپ میارن. سعید طالبی به دنبال توپ هست. ببینیم به توپ خواهد رسید یا که خیر. خود سعید طالبی یه چرخش از سعید نجات. توپ پشمانو یه لحظه زدن بازیکن تیم خیبر. حالا ضد حمله برای خیبری ها شاید شکل بگیره که اجازه کار رو یه لحظه ندادن داماشی ها و مجبور شدن توپ رو به عقب بیارن. دوباره در میانه میدان توپ رو به چپ میبرن. حسن مرادی فر. دوباره از سمت راست بازیکن تیم خیبر پژمان نجات که هر جور که از توپ رو بیرون میزنه. پرتاب برای خیبر بلافاصله بازی رو آغاز میکنه. امیرحسین عسکری پرتابش رو انجام میده برای مهدی کیانی. کیانی از جلوش یه بازیکن رو برمیداره به چپ میبره. توپ رو برخورد بازیکن تیم خیبر به بیرون میره. پرتاب
توپ در میانه میدان در اختیار بازیکنان خیبر هست. باز هم خیبری ها در زمین خودشون صاحب توپ هستند. توپ رو به چپ میارن، جایی که بلال میرزاعلی هست و قشنگ یه چرخش زیبا انجام میده و توپ رو از آن خودش میکنه. حالا یه اشتباه از بازیکن تیم داماش و شوت سرکش از حسین ابرقویی که توپ به بیرون میره. سجاد دانایی بود که توپ رو زد و توپ به بیرون رفت. یک بار دیگه بلال میرزاعلی از یکی دو بازیکن میخواد عبور کنه، اما بازیکن خیبره که حالا صاحب توپ میشن. دوباره در میانه میدان توپ این سم میرسه به کوروش ملکی، دروازه‌بان تیم خیبر. یه بازیکن روی زمین افتاده و داور باید به وضعیتش رسیدگی کنه. سینا خادم پوره که روی زمین افتاده. این هم هوادارای خونگرم تیم داماش که در نیمه دوم تعدادشون بیشتر هم شده و چقدر خوبه که یک تیم این همه هوادار میتونه داشته باشه، در اونم در رقابت‌های لیگ یک. خادمپور بیرون میاد. یا شماره 7 حمیدرضا طاهرخانی زننده تکل این دار تا اینجای کار صحبت میکنه با سرمربی خودشون و آخرین نکات رو هم بهش گوشزد میکنه. این سمت سرمربی داماش رو میبینید، علی نظر محمدی در کنار مصطفی حاجتی. یه بازیکن دوباره روی زمین میفته از تیم خیبر. شاید دیدار موفقه هفته 21 هستیم. یک بار دیگه خیبری ها و توپی که باز همین بار حمیدرضا طاهرخانی میزنه و به بیرون میره. تماشی ها باید بیشتر مراقب باشن. دوباره از این سم بازیکن تیم داماش توپ به بیرون رفته. بلافاصله بازی رو میخوان آغاز کنن. کمی
فرصت میگیرن تا بلال میرزاعلی بیاد اون پرتاب رو انجام بده. دورخیز بلال میرزاعلی. میرزاعلی پرتاب رو انجام میده داخل محوطه جریمه. فرصت برای بازیکن تیم داماش که برمیگردونن مدافعین تیم خیبر این توپ رو. حالا دوباره توپ رو از آن خودشون میکنن داماشی ها. رستمی، سعید طالبی، خود طالبی یه چرخش، دوباره رستمی رو به عقب میاره توپ رو. سیامک برای دروازه‌بان، دوباره خود سیامک علیزاده صاحب توپ. دو بازیکن جلوش ایستادن، دوباره با دروازه‌بان کارو پیگیری میکنه. توپ رو میارن به راست. پشمان نجات، پشمان به میانه میدان. رستمی یه نوک تاثیر گذاشت. میرجوان، خود میرجوان توپشو میگیرن بازیکن تیم خیبر. طاهرخانی، یه تکل زیبا از خیری که توپ بازیکنای خیبر رو به بیرون میزنن. پرتاب برای خیبری ها. البته کورنر هست و ضربه کورنر رو خواهند زد. مهرداد قنبری میره برای زدن ضربه کورنر. 53مین دقیقه از این دیدار. سعید ابراهیم پور صحبت میکنه با بازیکنای تیم خودش. توپی که حالا فرستاده میشه روی دروازه و برگشت توپ از مدافعان تیم داماش. موقعیت خطرناکی بود. این سمت دوباره خیبری ها و توپی که به بیرون میره. علیرضا دقاقله میذاره توپ رو تا هم تیمیش بیاد این پرتاب رو انجام بده. حسن مرادیفر یه تعویض رو داشت در نیمه دوم. علی نظر محمدی کمیل حیدری رو آورد داخل زمین و فکر کنم محمد سجاد قلیبیگی بود که بیرون رفت. اینجا هم میبینید آقای آرمان مدیر کل ورزش و جوانان، جناب آقای الماس خاله و دیگر مسئولینی که اومدن. افشین ناظمی رو هم دیدم در جایگاه حضور داشت. در حال این سمت بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. از سمت چپ توپی که حالا سانتر میشه و چی گرفت داور؟ اینور پرچم کمک بالا بود. این هم چهره افشین ناظمی است که عرض کردم خدمت شما و ورزشگاه حضور داره و داره از نزدیک بازی تیم داماش رو میبینه. دوباره خیبری ها این سمت. حالا رستمی صاحب توپ میشه، میبره به چپ. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. یک و دو با رستمی. خود رستمی سانتی که حالا انجام میشه روی دروازه و توپی که به کورنر رفت. توپ رو زد حسین ابراهیمی اما توپ راهی کورنر شد. این سمت بازیکن خیبر رو میبینید که دارن گرم میکنن. اون سمت کورنر زده میشه. حالا فرصت هست برای داماش و توپی که باز هم در آغوش میگیره کوروش ملکی. موقعیت خوبی میتونست باشه در نیمه دوم برای داماش که باز هم به گل تبدیل نشد.
حالا یک بار دیگه این سمت زده حمله برای داماش و داور اعلام میکنه که یک کارت زرد رو باید بگیره مهاجم تیم مصر به دلیل دایوی که انجام داده. اینجا هم اعتراض مربی تیم داماش آقای میختاریان که آقای رفعتی توضیح میده که چطور خطا رخ داده و چه صحنه‌ای پیش اومده. جالب بود آقای رفعتی که خودشون از کمک داورای خوب فوتبال کشورمون بودن و این هم هوادارای خونگرم تیم داماش چه کار میکنن در ورزشگاه. حیفه که این تیم نتیجه نگیره و حیفه که این تیم در لیگ یک نباشه. به هر حال شرایط خوبی رو نداره این تیم در رقابت‌های لیگ یک و باید ببینیم که مسئولین ما چه راهکاری رو خواهند داشت برای حفظ این تیم. ببینید صحنه‌ای که اینجا به وجود اومد، توپی که اینجا فرستاده شد و خطایی که اعلام شد. این هم تماشاگری که دارید میبینید تعویض حالا برای خیبر داره انجام میشه. حسین شهابی به بازی میاد و باید ببینیم که در ادامه چه تصمیماتی رو دارن. صحبت میکنه سرمربی تیم داماش با بازیکن‌های خودش از بالای سکوها. سجاد دانایی بیرون اومد از تیم خیبر و حالا از این سمت دوباره خیبری ها صاحب توپ هستن. قنبری به چپ میارن، فرصت هست. یه لحظه خیری به خوبی توپ رو جمع کرد و دور کرد. ببخشید بلال میرزاعلی بود که این کار رو انجام داد. دوباره داخل محوطه جریمه برگشت توپ از داماشی ها. کیانی با حالا سعید دلاوره که دور میکنه توپ رو. میانه میدان صاحب توپ بازیکنان خیبر و توپی که حالا به بیرون میره. علی نظر محمدی رو ببینید. دوباره توپ به بیرون میره. علی نظر محمدی از همون بالا سعید طالبی رو صدا میکنه. یه خورده این محرومیت علی نظر محمدی غافلگیرش هم کرد. مصطفی حاجتی رو میبینه در تصویر که بالا کنارش ایستاده. در حال تفکرات علی نظر محمدی باید ببینیم در نیمه دوم چه خواهد بود و چه نتیجه رو رقم خواهد زد برای داماش. خوب میان جلو ولی خب فقط نمیتونن توپ رو به گل تبدیل کنن. این صحبت میکنه با داور این دیدار محمد رستمی. لحنشون هم زیاد خوب نیست. حالا
این هم تماشاگر تیم داماش با بادکنک های آبی رنگ که صحنه زیبایی رو در ورزشگاه خلق کردن. چقدر هم منظم و همزمان این کار رو انجام میدن. باز هم ضربه سر بازیکن تیم خیبر یه لحظه زدن محمد رستمی رو و کارت زرد. یه کارت زرد سینا خادمپور نداشت نیمه اول، نه همین اولین کارت زردش که داره بهش میده. داورم فکر کنم تو لیست خودش نگاه کرد. دوباره بازیکن تیم خیبر حالا از این سمت اجازه کار رو یه لحظه نداد بلال میرزاعلی در جامون توپی که حالا میارن داخل محوطه جریمه. خطرناک است این توپ و چقدر خوش شانس بود داماش که این توپ وارد دروازه نشد. همینجوری در یک قفلت گل خوردن گل اول رو. حالا این توپی که خوشبختانه تو دروازهشون نبود. توپی که اینجا اومد و مدافع تیم داماش بود که توپ رو برگشت داد. جهانگیر عسکری رو میبینید در نیمکت تیم خیبر. این هم کادر نیروی انتظامی که در ورزشگاه حضور دارن برای امنیت حضور هوادارا زحمات زیاد رو کشیدن و هم در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت و تعویضی که برای داماش داره انجام میشه. یار شماره 70 به زمین خواهد اومد و سیامک علیزاده بیرون میره. رضا زاهد تبار که بازی قبلی هم یه گل رو زد برای داماش. باید ببینیم که امروز چه کار خواهد کرد. تماشاگرها رو ببینید چقدر خوبن این تماشاگرها. حالا داماش فرصت داره که دل این هوادارا رو شاد کنه و توپی که باز هم در محوطه جریمه میاد و این بار که دوباره موقعیت دارن. سعید طالبی بود که نتونست از اون توپ استفاده کنه. حالا رضا زاهد تبار، خود زاهد تبار، بلال میرزاعلی، سانتر بلال داخل محوطه جریمه. فرصت و باز هم برگشت توپ از مدافعین تیم خیبر که حالا به قائل خاتمه میدن. خیری، زاهد تبار، اعلام خطا میشه. تماشا باید این خطا رو بزنن.
خیری. میزنه این توپ رو. باز هم توپ به بیرون میره. دوباره توپی که میارن داماژا بالای دروازه خیبر که دوباره دور میکنن. حالا خیبریا صاحب توپ از سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن. باز هم سفید و سبز پوشان خیبر صاحب توپ. داماشا میان و توپ رو میگیرن و اعلام خطا هم نمیشه و حالا داور سو خودش میدم و یک کارت زرد رو میده به مربی داماش، یکی از اعضای کادر فنی تیم داماش که رفتار بعدی هم داشت. مرزا مهدوی میره حالا صحبت میکنه با منصوریان. شهرام حمیدی هم قصد داشت که جدا کنه. در حال درست نیست این صحنه ها. تیم عقب هست و باید بیشتر تلاش کنن تا تیم بتونه به گل برسه. میثم وطن خواب بود بکنم اخراج شد. به هر حال بازی رو پی میگیریم. خیری به چپ میبره. علی نظر محمدی رو ببینید. این سمت های مهاجری، این سمت هم علی نظر محمدی. هوادارا کماکان دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. در میانه میدان توپ رو بازیکن خیبر در دست دارن، به سمت راست زمین خودشون میبرن. حالا توپی که فرستاده میشه و توپی که باز هم میزنه حمیدزاد طاهرخانی. توپ به بیرون میره. داماش یک، بخشید خیبر یک، داماش صفر. و داماشی که قطعاً به امتیاز این دیدار احتیاج داره. توپ به بیرون رفته و پرتاب برای خیبر خواهد بود. هواداره داماش گل میخواند تیم خودشون. این هم هوادارای خونگرم داماش. میبینید
چقدر خوبن این هوادارا که هنوز دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. 71 دقیقه از این دیدار گذشته و کماکان به تشویق تیم خودشون میپردازن و تعویضی که تا دقایق دیگر انجام خواهد گرفت برای تیم داماش. و سید حسین حقشناس بود که در کنار زمین داشت خودش رو آماده میکرد به زمین مسابقه بیاد. خوب دفاع میکنن خیبری ها، کلا یه جوره با همون 6 بازیکن دفاع میکنه تیم خیبر. 18-24. بلال میرزاعلی بیرون میاد، سید حسین حقشناس وارد بازی میشه. بلال خیلی خوب بود و تو بازی گذشته هم خوب بوده، اکثر پرتابارم خودش انجام میداد. باز هم داماش توپ رو به چپ میبره، یه لحظه میگیرن داماشا توپ رو و اعلام خطا نمیشه. چقدر ریلکس به کار ادامه میدن و داورم اعتقادی به خطا نداشت. تماشاگرها اونجا معترض شدن. حالا ادامه بازی، بازم داماشی های شوت که زد طالبی و توپ به بیرون رفت. یعنی دروازه‌بان توپ رو جمع کرد ملکی. هفتاد و 4 دقیقه. یک بار دیگه داماشی ها حالا موقعیت دارن. داماشی ها فرصت هست، یه فرصت خوب که هر جوری که هست خیبری ها میگیرن توپ رو. آفساید نیست، باید بره مدافع تیم بازیکن داماش و باز هم که خطا نمیگیره داور. منصوریان خطا ندید این صحنه رو. صحنه‌ای که اونجا به وجود اومد و اعلام خطا نشد. صحنه رو ببینید، توپی که اینجا اومد یه لحظه احساس میشه که زد بازیکن داماش رو. ببینید اینجا و خطایی که اعلام نشد و شاید هم نبود. کوروش ملکی آغازگر بازی است. خود ملکی به دنبال اطلاف وقت هم میشه گفت هست. به هر حال 3 امتیاز رو تا اینجای کار به دست آوردن و عجله‌ای برای ادامه بازی هم ندارن. سعید دلاور یه لحظه توپ رو حالا میزنن بازیکن تیم خیبر و چقدر خوب رستمی به موقع توپ رو به بیرون زد. توپ به کرنر رفته.
ضربه کرنر رو حالا بزنن بازیکن تیم داماش. میزنن ضربه رو. دوباره داماشی ها. حالا تعویضی که دوباره برای داماش قرار انجام بشه. شهرام حمیدی در کنار زمین هست، صحبت میکنه. شهرام حمیدی، بله، یار شماره 17 رضا پورمهدی قراره به زمین مسابقه بیاد. اینجا هم جایگاهی که ما حضور داریم و میبینید مثلا برق نیست و کاغذی که دست منه اسم بازیکنم نمیشه دید و اون چیزی که ما خودمون میشناسیم رو میگیم. حالا به بزرگواری خودتون ببخشید اگه نواقصی تو کار هست. تمام تلاش بچهای ما در سایت آنتن این هست که شما بینندگان عزیز به خوبی بتونید تصاویر فوتبال رو ببینید به صورت زنده و مستقیم. این بازی برای شما علاقمندان داره پخش میشه و خصوصا داماشیایی که علاقمند به این تیم هستید. تو به بیرون میره. دوباره پرتاب برای داماش. بلافاصله پرتاب رو انجام میدن، با داور در سود خودش میدم و اجازه کار رو نمیده. میگه خیبری ها باید پرتاب رو انجام بدن. برو دونه. چه خبر این گوشه زمین؟ دو تا تعویض قرار انجام بشه برای داماش. پشمان نجات هم ببخشید مشا بیژن قراره به زمین مسابقه بیاد و اونجا خیریه که مصدوم شده. حالا خیری و پشمان و 17 و 7 سعید طالبی که بیرون خواهد اومد و 17 رضا پورمهدیه که وارد بازی خواهد شد. اینم خیری که میبینید مصدوم شده. 4 با 44 حسین خیری بیرون میاد. مجتبی ویژن وارد بازی میشه. آقای عبدی رو یه لحظه دیدید، از زحمتکشان هیئت فوتبال استان گیلان هست. این چهره آقای عبدی بود. پرتاب برای خیبر به راست زمین خودشون میبرن توپ رو. داماش بازی هفته گذشته خودش رو برد و 3 امتیاز رو گرفت. با حالا تا دقیقه 80 در زمین خودش عقب هست مقابل خیبر. توپ رو دوباره به راست میبرن خیبری ها. یه شوت از بازیکنان خیبر و در آغوش میشه توپ رو سعید ابراهیم پور. یکی از این چهره علی نظر محمدی است. یکی از دلایلی که بیشتر حساسیت این بازی رو زیاد کرده بود اینه که چند سال پیش اگه یادتون باشه امتیاز همین تیم داماش گیلان رو گرفتن و به تیم خیبر دادن، اما شرایط اون چیزی نیست که شاید خیلی ها فکر کنن. تیمی که از کارون اروند امتیاز داده شده بود به تیم داماش، بعد از اینکه داماشی ها نتونستن پول باشگاه کارون رو بدن، بعد از گذشت 1 سال
با خیبری ها به توافق رسیدن و از اون سمت چون داماشا دیر پول رو آماده کردن، اونا تیمو امتیاز تیم رو دادن به خیبر و همون تیمی که الان در رقابت لیگ یک داره بازی میکنه. داماش اون سال منحل شد. ببینیم فرصت به کجا خواهد انجامید. باز هم داماشی ها و باز هم توپی که به مدافعین تیم خیبر برخورد میکنه. آخ چه موقعیتی بود که از دست رفت. داور میخواد بازیکن دو تیم که بلافاصله بازی رو آغاز کنن و اگه وقتی طرف بشه قطعا کارت زرد خواهم داد. ببینیم یه لحظه اون صحنه رو تا فرصت هست. توپی که اینجا فرستاده شد و مدافعین تیم خیبر برخورد کرد و این توپ هم که راهی به دروازه خیبری ها نداشت. عرض می‌کردم خدمت شما بینندگان عزیز که خیبر به هر حال اون سال اومد در رقابت‌های فوتبال و تیم داماش منحل شد و دوباره از لیگ 3 امتیاز یک تیم دیگر رو خریدن و حالا به عنوان همون کارون وارد مسابقات شدن که تا الان رسیدن در رقابت‌های لیگ یک حضور دارن. اما فقط امیدواریم که بتونن سهمیه خودشون رو امسال در لیگ یک حفظ کنن و سال بعد برنامه‌ریزی بهتری برای این تیم انجام بدن تا این تیم بتونه هوادارای خودش رو خوشحال کنه. این هم جایگاه تیفوسی ها و پرچم داماش که همیشه بالاست. دوباره بازیکن تیم خیبر در زمین داماش گیلان. خیبر هم حالا بخواد یه تعویض رو انجام بده. قنبری رو میخواد بیرون بکشه آقای مهاجری. اعلام خطا میشه. تعویض. بله مرداد قنبری بیرون میاد. میثم آقایی وارد زمین خواهد شد. این هم هواداری که دیگه دارن کم کم ورزشگاه رو ترک میکنن. شاید امیدی به برنده شدن داماش در این بازی دیگه ندارن. دقیقه 85 این دیدار خیلی هم براشون رفتن مشکله. از اینجا تا رشت به هر حال راه برگشت هم با ترافیک خواهد بود، همونایی که ماشین ندارن باید به سختی اینجا رو ترک کنن. یه لحظه چهره جهانگیر عسکری رو دیدم در کنار زمین. جهانگیری که خوشیوم بود برای داماشی ها و داماشی هم خیلی دوستش داشتن. امسال اومد با همین تیم شروع کرد جهانگیر و دیگه اتفاقاتی که افتاد و نمون در این تیم. جز اولین خریدارای تیم داماش بودن. داور صحبت میکنه اینجا. یه کارت زرد رو حالا میدم به یکی از مربیان تیم خیبر. آقای مهاجری میاد به جمع این دوستان اضافه میشه، صحبت میکنه با آقای منصوریان. میگه به داور چهارم که چرا کارت داده شد. با آقای رفتی هم که اونجا هست. دوباره از سمت راد بازیکن تیم خیبر صاحب توپ هستن. مساوی هم بد نبود برای داماش. حداقل یه امتیاز رو میتونستن بگیرن. اینجوری هر 3 امتیاز رو از دست میدن. 86 دقیقه. به هر حال
وقت دارن اگه بخوان یه گل رو بتونن جبران کنن، اگه اشتباه کمتر بکنن. خیلی خوبم بازی کردن، از حقم نگذاریم. بازی خوبی را خودشون نمایش گذاشتن، اما در یک غافلگیری گل خوردن و تیم خیبری که خیلی خوب دفاع میکنه و گل زدن به این تیم با اون دروازه‌بانشون سخت هست. حالا به خطا میشه، حالا یه کارت زرد رو زاید تبار میگیره. شهرام حمیدی دوباره مسئولیتش اینه که بازیکن‌ها رو کنار بکشه از کنار زمین تا دیگه کارت زرد نگیرن. مهدی کیانی هم حالا به کنار زمین میاد. رفتی میخواد از یه بازیکن که بیاد، شهرام حمیدی رو میگه بیاد توضیح بده که یه بازیکن کی بوده که سیامک بود، سیامک علیزاده و یه بازیکن دیگه هم که بهشون اشاره کرد که در کنار زمین ساکت باشن. به هر حال بازی رو دوباره از سر میگیریم. بازیکن تیم خیبر ثابت شد. باز هم خطا نیست، حالا فرصت دارن داماشی ها و باز هم توپ رو بازیکنان خیبر در اختیار میگیرن. در میانه زمین خیبری ها به راست میبرن، 3 در مقابل 3. باید برسن عقب‌تر بازیکن تیم داماش. واقعا حیفه این بازی رو این گونه واگذار کنن. هواداری که به عشق این بازیکن ها میان تا بازی تیم محبوب رو از نزدیک ببینن، این گونه ناراحت بخوان به خونه هاشون برگردن. دوباره خیبری ها توپ باز به بیرون میره. 6 دقیقه بکنم داور اشاره کرد که وقت تلف شده نیمه دوم اعلام کنه. 6 دقیقه هم وقتی کمی نیست، خیلی میتونه خوب باشه. حالا میارن تا داور اول تعویض رو انجام بده. سامان مهرابی زاده به زمین مسابقه میاد به جای فکر کنم طاهر خانی بود که یه لحظه در تابلو دیدم. سرنده تکل این بازی تا اینجای کار. بله به جای طاهر خانی تعویض انجام میشه و وقت تلف شدی که در دست داور هست. عجله هم نداره بیاد بیرون طاهر خانی. وقت تلف شده 6 دقیقه گرفتن و حالا عبدی در دستش هست و میبینید 6 دقیقه که داور اعلام کرد. بلافاصله بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن در سمت چپ. باید ببینیم که از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. حسین ابراهیمی کسی نبود که توپش رو بگیره، رو به عقب آورد. حالا توپ رو میارن به سمت راست. از این سمت سید حسین حقشناس توپش به بیرون رفته. قبل از اینکه توپ برسه توپ به بیرون رفته بود. پرتاب رو خیبری ها انجام خواهند داد.
پر ابراهیم نمای از توپ جمع کنای حاضر در ورزشگاه. در هر حال همه عاشقان تیم داماش رو دوست دارن، برای این تیم تلاش میکنن. چهار دقیقه دیگه زمان هست تا هم اون توپ جمع کن و این هوادارا رو بتونن خوشحال کنن داماشی ها. نگاه جالبی رو داشت به خود بازی. علی نظر محمدی رو ببینید. اوه که آرام و قرار نداره علی نظر در بالای سکوها. این بر هم رضا مهاجری نتیجه خوبی رو گرفته تا اینجای کار در مقابل داماش. اعلام خطا میشه. به نظر من برنده واقعی این دیدار این هواداره تیم داماش هستن. شعار نیست این جمله‌ای که دارم عرض می‌کنم خدمت شما. این هوادارهای خونگرمی که دقیقه 94 بعد دارن باز هم تیم خودشون رو تشویق میکنن. تعدادشون هم کم نیست در بازی‌های لیگ برتر. باور کنید این گونه هوادار رو ما نداشتیم تو بازی‌هایی که دارن انجام میدن. باز هم یک فرصت برای داماش داخل محوطه جریمه. کماکان فرصت هست برای داماش گیلان. ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنن. به دست بازیکن خیبرم برخورد میکنه، اما داوره که اعتقادی به خطا نداره. دیگه از این واضح‌تر صحنه نمیشد که به وجود بیاد. توپی که برخورد کرد به دست بازیکن خیبر رو همگان دیدن، اما داور ندید و خطا تشخیص نداد. چه صحنه‌ای بود. یعنی دوباره باید ببینیم این صحنه رو. توپی که اینجا زدن داماشی ها، یه چرخش، یه توپی که بله قشنگ به دست بازیکن خیبر برخورد کرد. حالا چرا داور ندید این صحنه رو، با اینکه خیلی هم نزدیک بود؟ دیگه باید خود آقای منصوریان پرسید. حالا این سمت حمله برای خیبر. یه لحظه دوباره میشه نشون بدید همکارای عزیز که این صحنه رو دوباره. توپی که اینجا زدم بله برخورد کرد به دست. داورم نزدیک بود. حالا دست به توپ به دست و از این داستانهایی که بعداً اعلام خواهند کرد روی این صحنه. برای اون چیزی که ما دیدیم توپ به دست بازیکن خیبر خورد و خطایی هم اعلام نشد. 96مین دقیقه از این دیدار، ثانیه‌های پایانی این بازی رو داریم پشت سر میذاریم و توپی که حالا جمع میکنن دروازه‌بان تیم داماش و به بازی ادامه میدن. بلافاصله دیگه وقتی نیست که بخوان توپ رو نگه دارن. حالا از سمت راست بازیکن‌های تیم داماش کمی عقب‌تر. داخل محوطه جریمه نرسید توپ، کمی سمت چپ میومد به رضا زاهد تبار و اینجا سوت پایان بازی توسط آقای منصوریان به صدا در میاد. این هم هوادارای تیم داماش که
در ورزشگاه حضور داشتن. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. تا دیداری بعد از حضور شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارشون.